ای جماعت از چه می‌نالید؟ ایراد از شماست. ما به دیگان خانه دادیم و همینا حق ماست. ریمیکس بای اصل رپ. خون از خونه خون بازی قاضی رازی با چوبه دار از پول از جونی که دوزار خرخره ها رو جویدن تو بار. کار من نیست به تو درمون دادن، مسخره است به مرد خون دادن. خیلی ها تو این را جون دادن، از زندگی بریدن و تاون دادن. سینم سوخته مثل سیستان، رستم دردم نگاه کن به دستم. از خواب خشم من خون میگی که باز توفان کنم این خاک سر. تو نیست تاریخ بالا میشونه طبقه عقده ما فرود از کار و کار میشه مساوی با سهم مردم تا نون به چرخ تو سفرامون غم نزنه سایه بازم رو سرمون کم نشه یکی از جوونامون زن باشه نه روسک زنده مرد. دیدی غاب بگی آشی کافیه ما نافیه اصل کلمه الباقی جایی به اسم آزادی با حس نابابادی، دور از درد سراب پایین از فشار چکمه بالایی، از حس عقده محض فقر سفره مغز، از زمان جمله شدن اسیر نفرت نقطه شدن، دوری لرز شب تو صدا رفتن باروت از پوکه ها، قهر تفنگ از سر چوخه ها و قهر ستاره از سر شونه ها، از غم اجباری شدن از فرشایی که قالی شدن، از بطریای با خبر ساحل که اسیر قایق خالی شدن، دور از عمر تو زندان موندن، تو مسیر پنهان روندن، با پس غلط قرآن خوندن، مذهب و نماد انسان موندن، فقر و غیر نون دیدن، دنیا رو بی باتون دیدن، بی جنگ و ترس و خون دیدن، زن و به غیر پستون دیدن، اسیر و کور و رئیس جمهور و کنار و دور و فقیر و پرپول و جاده و چوب و شمال و جنوب و کفن و لباس مرغوب و بدون فرق دیدن، دنیا رو بدون مرز دیدن، آبان ماهی ندزدیدن، حکم اعدام و نبریدن. نابود ایران من ادر و دیوارشم میباره غم، اونایی که موندن دیوانه ان با شادی و خوشی یا بیگانه ان، آرومت میکنه سیگار کم چون زندگی شده از سیمان ان، نه به یه شر نه آتیش بیاره تم، نه عاشقتم نه که بیمارتم، همشون یه گوهن کسی ترین نشد خونی بگیر تا یعنی نشد، فکر متفاوت هدف ها یکسان بی خیال مردم و مبحث اسلام همیشه درست بوده، اکثر حسام امروز وارد شدم از بستر اسلام، چون طرفدارام هستن نسخ صدا من اونیم که سنگزت وسط ادامه خارج از خود میدن نویدها که میمیرن امثال نویدها، مردم شدن ابزار باعث پیشرفت این پلیدها، دختر داده به دبیرهاش نمیشدیم انقدر ذلیل کاش، هر کی که با ما پرید داشت یا سودی توش بود و دلیل داشت، درد داره دقیق همین جاش تا یه الله با ما هم کریم باش، شفا بخش بود زرید کاش اینا ساخت ذهن نشیم پاش، میدونی چیه بهترین راش یا دو سیاه سد علی داشت، رنگای اصلی جلو سیاهی فاصله محکمی داشت، کاش با شعبت ضربتی تموم میشدیم غربت لعنتی، کاش میشد که پشت هم پشت دست بزنیم به این دولت خطی، چه فوشایی که روی در نوشتن برخی هم گیر خوندن بهشتن، کاش میشد رای کولبه رو گرفتن، خبر میرسید پولبه رو گرفتن، دل میگه چش خیسه هستم، آخه چرا میری مینویسی از غم از درد کلی پیر شدی جوون بی خیال تو که سیر شدی نمون نه لعنتی منم پرم دل، کاش میشدم این الان خفت کنم دل، روزام همه با تو در شدن دل، خفه خون بگیر ازت پرم، کاش زمونه بدون سیاست میروند واسه اون آدم‌های با لیاقت میموند، کاش آدم‌ها با هر دین و مذهبی که بودن فرق واسه‌شون تو سیاست میخوند، یه ور گرگه میشم یه ور ساده، دلم خونه میگم دلم شاده، خفه خون بگی دلم که من برم که هدف درد من داده، زندگی یه ملت رو انگار باد برده، انگار یه چیزی نمیره جلو باد خورده، دایی داره میتره که انقدر ران خورده، با یه ارادت خاص به اون که زیر تانک مرده، حالا یرف بزن برو تو لونه بپیچ، جایی که تر زدی تو ارتش پول ملیش 206 هم آرزو شده خونه که هیچ، حالا تو بشین بگه سه شوارو شونه بریش، تا کی ببینیم با عینکای تیره و تار، تا کی بشینیم بگیم صبح پیش میره و بار، تا کی بشورن هم 23 و BBC یا تا کی باید بمونیم ما زیر تیغ دلار، ما همه سوخت گل عمرمون رو به اینو فروخت، ولی وقتی خدا هر با دل دوخته، فقط اینکه تیز بری جلو حاصل سوخته، میده باز بده انقدر واسه آزادی من تو سینه چاک نده، دیگه حال بده این سینه خیلی وقت برا کینه بار سره واسه بره هاز، همه شدیم آوار رسما رفت واسه برجا بهترین سالای نسل، مشکل و آزادی تو کاوار بستن، اینا همه بهونت واسه بالا نشستم، میگفت همه چیمون میشه این هلوم و جاست، میگفت رونق حالا بگو کدوم کجاست، دیگه رو شده واسه همه دروغ و راست، رسیدم سی ولی ندیدم طلوع رو باز، تو که گرونیارم حواله کردی اوس کردیم و هممونو با کله زدیم اون زمین، هرچی هم تا الان تو زمین بود برید حالا از جنگ بترسیم که ندیم خون، همین
Enemies, yeah. Watch out, incoming. EMP drone is ready.